салом дӯстони қандам, дӯстдорони барномаи ногуфтаҳо, аз толори мебели алфе мо барнома шурӯъ мешавад. вақте ки як инсони дур аз санъатро ба болои саҳна меоранд, зонуҳояш меларзад дар пеши рӯи тамошобин. шояд ки худашро гум кунад ва ҳарф зада ҳам натавонад, вале меҳмони барномаи мо як саҳна не садҳо саҳнаҳоро фатҳ кардааст, тасхир кардааст. дар саҳна мисли моҳӣ дар об аст, аз чизе наметарсад, вале аз як чиз метарсад, аз парвоз тавассути тайёра. ҳунарманди шоистаи тоҷикистон қобилҷон зарипов меҳмони мо аст. дуруд бар шумо. саломат бошед орзуҷон, барои таклифтон ман ташаккур мегӯям ба шумо ва имрӯз то тонам барои мухлисон аз ҳаёту фаъолият гап мезанем ва дар хидмати мухлисо ҳастам. албатта мо гуфтем ки дар ибтидои барнома шумо аз парвоз кардан меҳаросед. чаро? چی کار کنم؟ البته می‌هراسم، راستشگون می‌هراسم. خیال میکنم که همش دست خداوند با. این از اول بود در شما یا اینکه بعد پیدا شد؟ این اول بود. از من سمالات تیاری که می عینه هم میپرید خودتون میدونید. یک بار پرواز کردیم، از عینه پرواز کردیم. خود درون کوه قدیمی بیاد میدونید. هم 28 بود. این کی بود؟ با کی بود؟ این اکنون با همون همراه همو پردم به یک مادر من گفتن خب جان بیاید پایین تماشا کنید. حالا جان گفتم شما تماشا کردن گیرید، حالا من با تماشا میکنم. باور که تا همین بالای دوشنبه هم بالای دوشنبه آمد و گفتم مادر جان ایستید، من تماشا میکنم پایین. باور کنید همین خیلی هست. از تهران پرده بدیم، خیلی ناز رفته اومدم، مسکو رفتیم، سرچیم حیران مونده. داد جان دستمو داشته و یک رفت. این یک هست کمتر. باید با کجای سفر میکردید؟ سفر میکردید و با شما گفتند که پرواز توسط طیاره است، یعنی با هواپیما میروید. شما رد کردید نرفتید، درست است؟ کجا است؟ این کدوم سفر بود؟ بود همین فکرم خوجام بود. می کجا بود که گفتن که وقتی میره نیم گفتم من ماشین خدی میرم، طیاره خدی نرفتم، ماشین خدی رفتم دیگه. ماشین خدی رفتم. اگر با شما پیشنهاد بدهند که در مسکو یا در پترزبورگ کنسرت بدهید، میرم، حاضر میرم. اون وقت که کم مجبور وای بود فکر حاضر میرم. البته یا پیش شما انتخاب بگذارند، بگویند که توسط طیاره با مسکو با کنسرت میروید یا با قطار، کدومش رو انتخاب میکنید؟ قطار با نقصر تماشا 4 روز 4 روز میرم. من جمله دل پر میشود. 4 ساعت در کجا میستد و 4 روز در کجا میستد؟ شما این 4 روز رو با 4 ساعتی وزن نمیکنید؟ نه، تماشا میکنید. تماشا کرده میروید. خب دوستان عزیز، ما نوارهای هنرمند شایسته تاجیکستان قابلجان ظریپов را از داخل طیاره پیدا کردیم. این نوارها را من دسترس کردم و متوجه بشوید که در داخل طیاره چگونه واکنش نشان میدهد به پرواز طیاره قابلجان ظریپov. توجه کنید. Господин, наш самолет готов к посадке. Пожалуйста, убедитесь, что безопасность застегнуты, спинки кресла в вертикальном положении. Столики убраны, электронное устройство переведены. شما اولین بار همین از بار خوجان پرده بدم. هم 24 بود و هم 24 نقل میرود. هم 24 بود، هم 24 نقصر میرود. آوازش کمتر بلنده نکی خوب پرواز میکرد. از عینی پرواز کرده بودید یا از نه از دوشنبه. وقتی از دوشنبه به کجا؟ وقتی دانشجو بود به خوجان. به خوجان خیلی نه بلکه من نیمی آدم بفکرم ترسیدم. میترس. نه نیمی آدم میترس. چون خدا بوی نمیتیم. همه که من خودم کمتر نشون میتیم که انا ما چگونه خود رو نشون دادید؟ دو فیغان برداشتید؟ دو فیغان همراهی جمشید جان بود. جمشید جان حیران مونده. استاد گفت همین بگاب گفت آمد. جمشید حلیم از خوجان آمدیم. همین حاجی نگور هم حیران تا همین روز میگوید که ظریف دستملات نغز میبیان. دستملات میگوید که شوخی میکند.
یعنی از بلندی میترسید؟ از بلندی آقا همین خیلی که از بلندی میترسم دیگه. از در صحنه مقدسین در صحنه خیلی خودتون گفته در صحنه این خیلی که در صحنه آزاد هستم، در سملود آزاد نیستم. بله در صحنه من حرف ندارم زیرا وقتی که شما صحنه میبرید صحنه پر میشه. چون که کسب ما دوست میدارم. من هم تو فکر کردم بگویم که با یک مرد 40 هنر کم است. این خودی من نه که من این کسبم، هنرم، آوازم، انمو سینه دیگه همون و یک هنر همین آوازم میپوشاند. باور کنید من دوست داشتم کسبم. همین نام کسب برای همین کسب آوازخوانی برای من نام داد همه چیز داد. یک بچه دهقان بودم، از دهات آمدم، هیچ کی نمیشناخت، خدمت کردم، دعای استادای گرفتم، به همین درجه رسیدم. همین خیلی میگم که هر کس یک بار گریبانش بو کند. من همه وقت میکنم بو میکنم که من کی بودم و کی شدم. بله یعنی گذشته رو به فراموش نکنیم. البته شما گفتید که یک بچه اودی دهقان آمده. دهقان یعنی در ولایت دهقان تولد شده. پدر شما چیکار میکرد؟ پدرم پاسبانی وای بودن، یعنی مهمانخانه نایه عینی. مادرم با خط دهقان بودیم. لیکن 5 پسر یک دختر، همه هنرمند، همه آوازخوان. برادرم هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان خسرو ظریفوف میدونید اون کس برای من همچون پدر بارین. بله همین چند پیش از شروع برنامه زنگ زدن برادرتون زنگ زدن؟ سنگلی میرزویف زنگ زدن. استاد سنگلی میرزویف با شما زنگ زدن؟ سنگلی میرزویف زنگ زدن. چی گفتن؟ قابل جان همین یک معرکه میبود، 3 کس گرزونیم. یکیش که من نمیتونم، شادیف هم نمیتونستین، همین شما چخیل. من گفتم در خطور شما نگه نام منم گرفته باشن، من معرکه آباد میکنم. خیر اکنون توی معرکه مسئله پول باشد دیگر حرف نمیزنیم. شما گفتید در اویله 5 پسر؟ 5 پسر. دختر نیست در یک دختر بود. یک دختر که هوا کم تقدیر نصیب داد سمرقند بود. چندین سال من همین خودتون میدونید و یا مخم بود، چیزا مخم بود، گرنیسا مخم بود. همین سوز و فراق بین عزیزان، بین خواهر و برادر رو با یگان مصرع های ifade کرده میتوانید؟ با صدای دلانگیزت. اما سروده که دینی هم در یک جا گفتن که همین سروده خوانید. من کدوم بود؟ التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیش نامرد ننشینم، نانی نامرد نخورم. دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکن. هم اکای و هم اکا خویش و تبار با راه خود. ای خدایا هیچ اکا را بر اکا محتاج مکن. ای خدایا هیچ اکا را بر اکا محتاج مکن. یا من شکرانه میکنم که همه برادرها دارم که از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از طفلکان لانم شکرانه میکنم. یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعر جاویدانم شکرانه میکنم. با شعر جاویدانم شکرانه میکنم. ای خدایا هیچ اکا را به اکا محتاج مکن. یک پدر 10 تا پسر را نوری چشمان میکند، شب نخفته روز نگفته آش نان می آورد. 10 پسر را بینگرید ترکی پدرشان کردن. ای خدایا هیچ پدر را بر پسر محتاج مکن. عجیب. این مصرع ها تنها یک شعرند یا اینکه در زندگی شما از این حادثه ها دیدید؟ مثلا شما 5 برادرید، خودش هم شعری. شما 5 برادرید، خلاف در بین 5 برادر هیچ وقت نبود؟ نه ما 5 برادر یک هستیم. پس چرا میگوید که ای خدایا هیچ اکا را بر اکا محتاج مکن؟ اکم قربان توشم. این شعر است. این شعر است. این شعر است، سرود است. چرا در کودکی‌ام بحث و مناظره نمی‌کردید؟ نه بود. در کدام خصوص؟ در بود در بحث مناظره. در کدام خصوص بحث می‌کردید؟
در کودکی بیاید برمیگردیم به بچگی ها. در کدام خصوص بحث و مناظره میکردید؟ 5 برادر مثلا شاید یگان کار پیدا میشد، من قریب ارکه بودم، یگان بار ویم نمیرفتم، نه دراو میرفتم. بعض وقت برادرم خطید اون وقتا تماکو بود که برادرم تختمراد ظریف خطی میرفتیم. تختمراد آموزگار است، تختمراد و صدای بسیار قوی دارد، گاه در توی و مرکه ها سرود میخواند. تختمراد درود بر شما. سلامت باشن. اگه اون تماکوی هر قطی ساعتی 4 سحر رفته چی میکردید؟ آب میموندید، می سبزی می سبزی میدونید عذاب دخی. بعد میرفتیم همین چک کنم که تختمراد بسیار وقت بچه میگفت همین پایین جویک میستی، جویک میگویم آب میگویم که جویک آب براد گو من آب میپرتم، اگه دیگه جویک میمونیم همین تیز شود گفته. بعد وقت ویم نمیبرمد، بعد میگفت که اوی تو همین نیست به جو آب نرفته است، تو من مادرم جنگ میکردن، پدر جنگ میکنن، آخه تو چیو کرد تو دیگه بچه؟ چگونه میکنن؟ تخم میدارد؟ تخم داشت بابا کلا میشود، نیولش چقدر میشود؟ بابا بعضیش آب میموندید کلا میشد همین گرفته میگردونده در سیخ، بعد گرفته قاق میکردن، برگش قاق میکردن، کیب میکردن و بعد چی میکردن؟ برای استفاده کردن سیگار؟ برای هم سیگار همین خیلی بود. شما خودتون تماکو نمیکشیدید؟ نه، تماکو ناس نمیکشم. میدونید که ضررآور است تماکو؟ ضررآور است. ضررآور بود که بند کردن. یعنی با تختمراد بحث میکردیم. علاوه دراو میرفتیم بحث میکردم. همین یک بار دیگه رفتیم چه گمتونه اکم خیک همون هم از دای دام دیدم که گفت که قابل جان همین یک جا میریم اون خر به دوکسه سوار میشدید داخل. من مایده کک بودم همین جا گفت فراکی حاضر همین سنگ به میرسد، گفت توربه همین نگفتم یک وی کردم، یک با چی بودم یک را بودم، نگفتم که گذاشتیم که رفته ایران که ماشین باریم رفتیم جاری با چپا شد جاری رفتیم. و بسیار وقتی من که 2 سال از من کلان که بودم وای بودم بسیار همین چی گفتم میگم یارا بودم، میگفت بعضی چیزا میگفت برادر جان نکنه نفع امام میگفت نه که میکردم. و بسیار من غلطی دیگه هم دارم، من دیگه اجهرا چندین بار غلطی دیگه هم برم تو نمو تختمراد همین میکرد. با همین خاکم خردسالی میدونم از جریها میافتید؟ از جریها میافتیدم باور کنید. چندین بار همین یک وقت هم چلک بودم، یعنی هم از بلندی میترسید؟ بابا از بلندی برای ممکن همه باشن، ممکن همین ترس. بعضی وقت یک بارم چلک بازی کردیم، همین یک همسیم هم گفت که قابل جان گریز آخه اینجا به داشتید بازی بود چپون انت چپا کرده میداره چلک بود زد اومد زد همین ترس کفیده میجا همین بالای ابرو همین های وی خردسالی بود، یه بچگی بود کفید. کی بودن رفیقتون؟ وقتی مولا میگن همسین فهم بود. حاضر هستن مولا؟ در عینی؟ در عینی همسین فهم بود. بازی میکردیم خیلی خردسالی به میدونید که چه خیلی. بعد به شهر آمدید، شما گفتید که دانشجو شدید سال 1983 بعد از ختم مکتب میانه رو آوردم به پایتخت. در کجا داخل شده؟ خرسان‌وراد ظریف گرفته آوردن. از خوردم آرزو میکردم که من آوازخوان میشم. آوردن دانشگاه هنرهای زیبا بود اون وقت. هنرهای زیبا بنام استاد میرزا زاده. همونجا اختصاص 5 سپاریدم. قدم مایدم برآمدم اختصاص 5 سپاریدم. ثانی خط گذاشتم. انشا چارچوب تاریخ چارچوب گذاشتم و بعد همین مهربان مزارش من دیدن گفتن طرفی نظاموف گفتن که استاد نظاموف گفتن بچه من اینه گویا کجای این صحنه میبرم این خط بستش یک مایده کرد. بعد ثانی گفتن حاضر یک سرود میخواند همون مایدگی خدش بلند نشومه دیدتانه و یک دیگه سرود خوندم که واه گفتن خیلی از یادم نمیرد مهربان نظرش. بعد اومدن از پیشینم بوسه کردن. سال 1987 همین فقط میرفتم ارمیا، من از این قدم پس بدنه وزنم خب چرا قد شما جواب بود برای ارمیا رفتن؟ نه دیگه همین وزنم طوری نمیگیری. وزن من نمیدونم همین چند کیلو بودید؟
نمیدونم چی بود که واسطوره میگرفت اسرش که میدادن که میپرتفتن. چند کیلو بودید؟ 45 46 رفته 56 57 سید اومدم قد اومدم هم کرسوم نشینختن من. یعنی در 2 سال خدمت قد شما بلند شد. 2 سال خدمت قد بلند شد واسطوره شد اومدم همه حیران پیش این خیلی نگاه میکردن بعد اون تو نگاه کردن قد دراز شد هم کرسوم حیران موندم. بعد اویلا برپا کردید؟ بعد مهنتی حلال مهنت کردیم پدر که برمحل موی پدر رو دوفتان این مادرکم همه موی خواندن در 70 سالگیشون کسان پدر رو دوفتن. بعد این مادری کامل جان ما هر دیگه ما همسیم بودیم. مادر عروسم 35 سال دیرکتور مکتب کار میکردن. 35 سال چندین و وظیفه‌ای بلند به کارکردگی. اینتلیجنس زیاد. پدرش پالکونی بودن وینی بودن. پدر عروسم 83 بدونم اونم گذاشتن. همین برادرم گفتم که من اکم نه همین اونا کم یک مقاله تاجیکانه بود که همینم میگفتن که و کورپه بینه پاچه دراز کنه گفتن همین خیلی یک وایسا یعنی پای رو به اندازه کورپا دراز کنه. همونجا مسئله شدگی بود همه تخت اونا نه گفتن که نه تو کجا پمپ مونده شدی بچه میدونی. من هم نکی یک روی کردم گفتم نه و هم یک روی به ایستاد. پالکونیک روزی شد همه رو هم خب مادر رو هم روزی نبودن. مکتب من نظم دیدن. مکتب 10 سال خوند 2 سال من هایس اون چه سال مکتبی کرود 8 ساله بود. مکتب عینی 2 سال اینترنت خوندم من. قناعت میدیدن پخته میرفتم در پخته من حرمت احترام میکردن نگه نمیدونستن که ما دومادشو میشیم. بعد ارمی با اومدیم بعد خدمتی حربی که دختری پالکونیک رو گرفتید. بعد گرفتیم من خدا به شکر من 1-2 روز پیش 30 سالگی اویلاداری شدم. 30 سال من در پهله که من همین سال کمتر همین کسلی هم خپید باور کنید پسرچه کم خیلی پسرچه همی تابستان چقدر گذشت ما ندونستیم. خدا کشم که احتیاط میکرد از من ترس داشت. کروناویروس از من ترس داشت. خدا ایلام یکم کس نبینه در جون باور کنید کمتر کامل جون خیلی در پهله میستاد کامل. خدا هزار رحمت دخترها بکی طبیبای تاجیک بگی مرا دستگیری کردن از وای برآوردن دی از چیز برآوردن که حاضر کامل جان کم بلیم برکه و بعد وای از همین توس من ندارم در پهله میستاد که روز خدا یکم بندی مومن کسال گرفتار نشود بده است. من 30 سال شد که در پهلوی من است. منم میفهمد برای راستی هدایت میکند. کامل جانم در پهلوی من 30 سال شد که با هم هستیم. خدای عمری دراز بیند. عشق ریخته. سلام. با خاطر همسرتون عشق ریخته. اینیش در پهلوی من همه در پهلوی من بود. در پهلوی من بود هست علم ماند در سری فرزنده کاش علم سایه‌ام باشد. چند فرزند دارید؟ 2 پسر و 1 دختر. کامل جانو کیمیا بانو خوشدل جان. هر کامل جان خوب درباره خوشدل جان ما چیزی نمیدونیم. خوشدل هم استعداد دارد. البته وای به خانزاده است. این مادرکش گفت که ویشنر ماندم در مکتب اینترنتی به نام زیادالله شهیدی در سکریپت که میخوند. خدا بشکر نقص خونده ساده است. من در حیرتم شما حالا برای خانومتان اشک ریختید و میتوانید مثلا یگون شعر رو حالا به خانومتان ببخشید و زمزمه کنید محض شعر خاصی برای همسرتان این زمان. قربانی چشمی رفشند من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو قربانی چشمی رفشند من میروم نگو زارم بگردی دامنت
من میروم نگو. بسیار مهربان است، بسیار همین یگان باور کنید بسیار دستکشوه، دستورخونداره، خوشنامانم هم دستورخوندار بودن، بسیار مهمان نوازه. یک چیز شما که از بلندی میترسید، خونه شما در چندم آشیانه است یا اینکه پنجم. اوه کیفرزی من پنجم بود، اینجی هم پنجم، اینی کامل جان چهارم. 92 دیگه. از تیریزه نگاه میکنید؟ عادت کردید؟ نه از اون بلندی و بلندی بلند میترسم ده از این بلندی. مثلا از 18م یا 20م آشیانه نمیشد. نه نمیشد. پایینی نگاه نمیتونم کردم. و یک چیز دیگر، غیر از هنر، غیر از صنعت، درباره اکنون سرودی شما، درباره استعداد شما، درباره مهارت بسیار بلندی آوازخوانی شما همه میدونند. ولی درباره کارهایی که شما در خانه میکنید شاید کسی چیزی نداند، مثلا مشغولیت های علاهیده دور از صنعت، دور از هنر. مثلا مرودبک نصرالدینov سگ ها رو دوست می‌دارد، سگ پروری میکند و ذات بهترین سگ ها رو من شنیدم که مرودبک نصرالدینov گرد آورده است در حولیش. شما چی؟ نه من فقط همین هنرم، همین فقط. نه در خانه با چی کار مشغول میشه؟ در خانه هم سرود میخونه دایم؟ در خانه هم سرود میخونم، باور کنید. در خانه هم سرود میخونم. یگو شغلی دیگر نداره؟ نه انمی شاه مود نرد دومینو نه بازی نمیکنم. راستی کلا بازی نمیکنم. اگه باشد بچه‌ها بازی کنن من کمتر وی میکنم، چیز مخلصی میکنم. بعد فوتبال دوست می‌دارم. فوتبال دوست می‌دارم. کدام دسته ها رو دوست می‌داره؟ ریال مادرید. چرا ریال مادرید رو؟ چلسی دوست می‌دارم. چلسی. های از این روسیه اسپارتاکو، سیسکا من دوست می‌دارم. های فوتبال بازی دوست داشته شما کی هستند؟ از فوتبال بازی سطح جهانی رونالدو خوب بازی میکنه. حکم ها بازی خوب بازی میکنه. رونالدو خوب بازی میکنه. کریستیانو رونالدو و باز مسی است نه یک نفر دیگه؟ نه خب مسی به خوشم نمیاد. برای بارسلونا من ریال به خوشم میاد. چرا؟ حکم ریال دوست میدونم. چیکار کنم؟ همین بارسلونا رو دوست نمیداره. نه فوتبال بازی دیدگم بار. ها در دوره دانشجویی بازی میکردیم. حاضر هم کم بچه وقتی یک میبریم. در کجا؟ کنجکاو شدم. در همون پیش خانه بگم استادیون هست، استادیون رو ببینید جزو ورزشگاه‌های خوب. با کی بازی میکنید؟ با این همسایه‌ها بازی میکنیم دیگه. حاضر هم میکنید؟ کم بازی میکنیم کم. عجیب. همه فوتبال دوست می‌داشتم که همین آوازش نگیرد گفته برادرم خرسمراد بعضی وقت بلیت فوتبال می‌خریدم. در یک روس میکرد که همین فوتبال نرد داد نزنه آوازش نگیره. یعنی بوم میرفتم که محمدیف بود در ختم محمدیف هم بینید شخیل محمدیف پامیر هم دوست می‌داشتم. یگان فوتبال من گفته تو بله که یگان تو چی میره بلیش مخلص که هستی داد نمیگفته. همه خشیدگی باور کنید. یک بار همین یادم هست چخیل مخلص که شد مثلا یه چه پیش پا میدادن می افتید که و بازیگری پامیر بعد میخواستم یک روز دیدم یاد دست همینجا فرو آمد از بالا. همین نگاه کنم که برادری استاد جوربک توای عبدالله بیگ میگفتین اون کسی که در اینجا ما از یک دیار که و هم تک زدن دادا گفتن آقا داد میزنه ده آقا بلند خست داد میزنی آقا قشلاقت کرود هم که داد زدی خودی که در بچه شهری تو آقا داد میزنی شین گونه. دوست میداشتم فوتبال دوره دانشجویی به دوست میداشتم. سامورات بعض وقت وای میکردم اوازش وای نشد گفته وایرون نشد بلیت روس میکردم برادرم. و یک چیز دیگر چون خورسند مرود ظریف قدی بلند دارد، قد شما پست بود همون سالها مثلا کمک حسد این خیلی چیزا نبود که قدی خورسند مرود بلند است قدی من پست نه که من در دیهات که بودم یک این کد میرفتن اون وقتا نقبان نبود بعد 6 ماه بعد میرفتن و بعد همین با اون محکم بشه 6 ماه 7 ماه میدونید که هست. در یک صحبت استادی بسیار گرامی قدر و عزیز جورابک مرودوف با من گفتند که
پیش وقت در صحنه پارامترها رو نگاه میکردن، یعنی با وجود داشتن آواز باز پارامتر قد و قامت نیز نقش بازی میکرد و در همون صحبت استاد جورابک مراد گفتند که اگر همین احمد بابا قلوف قد بلند میداشت دنیا رو چپا میکرد. بله. و قد شما که پست بود مثلا پرسینگ نمیشد نسبت شما که قدش پست است، بولینگ پرسینگ نه میگفتن قدش پست است، این ملیش میگفتن ملیش بوده وای میکردم آدم کمتر چی میشد. بعدی که آرمی رفتم اومدم دیدم از برنامه‌های فرهنگی خط نمیزدن برای قد پست. یک عمر نشده است. نه برنامه میکردم دوره من انسامبل وقتی برنامه کردم دوره دانشگاه برنامه میکردم که آوازی وای بود، شیردار کی بود، انا می قدی پست میپوشم. قدی پست دیگه میپوشم میگفتن که برات خونه. همین تمامی بازم میشد و یا میرفتم استادام تمامی استادام عینی توی میرفتم من برنامه میکردم. با زبانم که رواب زده میخوندم مردم نقض بدید. مردم کرده میخوندم اونو میخواد زبانم خیلی باور کنید. یک بار بگید عجیب است. آواز رباب رو دارم. عجیب. همین خیلی بود. دور خوردیم با همین خیلی کرده میخوندم مردم دوست میداشت. من همین تمامی بازمای تویا یعنی هم سرود میخوندید هم رباب میزدید. خیلی بیاد اکنون یک سرود بخونید که هم بنوازید آواز رباب رو هم سرود رو بخونید. گردم من از خداتون از مهر و از جفاتون گیرم درد و بلاتون مرم در پیشی پاتون گیرم درد و بلاتون مرم در پیشی پاتون. عجیب سپاس بر شما. من برای همین کسبم دوست میدارم. گفت باز تکرار میشود که میگه از دوستوره من همین کسبم برای کسبم همین جانم میتیم در تمامی چهاربینوی مکتب چهاربینوی نایوی هم در همین اینترنت هم همین وای میشد همین دستم چی میشد هم سینفوم نمیموندن که من زمانو که درس کی تمام میشد پریریف میگفتن همین دستام همین پرته زده میخوندم میگفتن خوند میخونن ما گوش کنیم و خصوصا دخترها هم گیر میکردن من خیلی میخوندم من خیلی یک بار بنوازید. عجیب اسباب ضربی رو دوست می‌دارم. ضربی دوست می‌دارم. چند اسباب رو می‌نوازید؟ ضربی یک کم تار رباب رو خوب می‌نوازید. که خط عادی می‌کنه می‌نوازم برای خودم. اسباب نفسی چی؟ نه نفسی نه. عجیب. من سپاس میگویم برای سلامت باشید. آرزو جان منم شما سپاس میگویم. خوش آمدید. برای تکلیفتون. و ما رو بیشتر هموطن‌هایمون تماشا میکنن در قلمرو فدراسیای روسیه و در دیگر مملکت‌ها مهاجران مهنتی. من میخواهم که برای ایشان در آخری برنامه یک چیزی که زمزمه بکنید بعد صحبت رو به انجام برسونیم. سلامت. زندگی آبی روان نیمتنان راحتی جان عمر آدم گذران نیمتنان راحتی جان دم غنیمت به جهان نیمتنان راحتی جان وطنم تنج و امان نیمتنان راحتی جان نیمتنان راحتی جان. احسن. سپاس زیاد. واقعا نیمتنان راحتی جان. دنبال این مال و ثروت دنیا گشتن و دویدن و تاختن بیهوده است. کار دنیا تمام شوی ندارد. کار دنیا با ما و شما نیز تمام نمی شود. زندگی ادامه دارد در روی زمین. برای همین نیمتنان راحت جان گفته زندگی بکنید کیف کنید. سلامت باشید. خداحافظی میکنیم با شما. خوش آمدید. سلامت باشید. خیر.